اولین بار که می‌خواستیم از گوجار بریم، من و درش و مصطفی توی ماشین بودیم، رانندش مصطفی بود. اینجا مؤسسه جغرافیای دانشگاه تهران است. امروز با یکی از طرح‌های مؤسسه آشنا خواهید شد. در واقع اون چیزی رو که یک زمانی به عنوان دشنام پست آفرینش ازش یاد می‌کردیم مشخص بشه که میتونه یک منبع لایزال و ارزشمند تولید درآمد برای همه ایرانیان باشه. بسیاری از این آثار هر کدوم به تنهایی در یک بیابانی و در یک محدوده طبیعی دنیا خودشون منجر به ثبت یک اثر شدن که اینجا در کنار هم واقع شدن و مجموعاً بیابان لوط رو ساختن. ما اصولاً از بیابان تا اون موقع ذهنیت منفی داشتیم. اوکی خوبه آقا رضا خوبه. هفتاد و سه 33 49. دفاع اونجا میزنیم برمیگردیم الان ندیگیم. خطا چشم اونقدر زیاده که حد نداره، فقط ابزار میتونه. آره